در بازی‌های منتخب نورسان 16 ساله ما که در چمپیونات آسیا هنرنمایی کردند و زینه دوم را کسب نمودند، در کشور مالزی در بازی‌هایی که انجام دادند باران نیسان می‌بارید. ما شاهد آن در تلویزیون ورزش بودیم و امروز هم این باران نیسان سراغ ورزشگران ما با فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه آمده است و از آنها در اینجا هم استقبال می‌گیرند و نابسته به هوای کمی هم سرد و باران نیسانی این همه مردم جمع شدند تا از نامآوران کشور استقبالی ارزنده گیرند. پس از این همه مدت انتظاری ها در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان که نشانی نقره چمپیونات آسیا 2018 را طفیل میدانداری های جالب و جاذب در کشور مالزی به خود اختصاص دادند مورد استقبال گرم و صمیمی قرار گرفتند. پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی در مراسم استقبال فوتبالبازان نورسی موفق تاجیکستان را با این دستاورد بزرگ با ارزش تبریک و تهنیت گفته دستی هر یکی از آنها را فشرد و برایشان کوشش کار و ظفرهای نوبتی را تمنا نمود. سپس هیئت منتخب نورسان تا 16 ساله با پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشورمان عکس خاطره‌ای گرفتند. در ادامه قرار بود در تالار جداگانه صحبت آزاد این هیئت با محترم رستم امامعلی صورت گیرد، اما به خاطر بیشتر انتظار نگذاشتن مردم و مخلصان فوتبال که در صحن فرودگاه جمع آمده بودند مراسم سایه دستگذاری در تالار بر هوای پذیرایی صورت گرفته. نخست پرزیدنت فدراسیون و سپس بازیگران منتخب نورسان روی توپ سایه دست گذاشتند. Большое спасибо за поздравления. Я в первую очередь хотел бы и вас поздравить в вашем лице всех ваших коллег и в первую очередь, конечно, всех жителей нашего Таджикистана, нашей любимой страны с таким высоким достижением, потому что впервые в истории таджикского футбола нам удалось выйти в финальную часть столь крупных международных соревнований. Более того, мы являемся единственными представителями всей Центральной Азии, финальной части чемпионата Азии. И мы, еще раз повторюсь, впервые в истории играли в финальном матче этого престижного турнира. И впервые в истории завоевали серебряные медали. Это все стало возможным благодаря постоянной помощи, постоянной поддержке основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. سپس در صحن فرودگاه با حضور مخلصان و علاقمندان زیاد که شعار اوعظه ها در دست داشتند نخست رستم امامعلی سخنرانی کرده این پیروزی نورسان تاجیک را رویدادی تاریخی و فرح بخش برای تاجیکستان نام برد. در ادامه سرمربی منتخب تا 16 ساله و نیز کاپیتان این دسته به نوبت برآمده سخنرانی نمودند و این پیروزی را مربوطی همه مردم تاجیکستان دانسته از پشتیبانی و حمایت های پیشوای ملت و پرزیدنت فدراسیون فوتبال قدردانی نمودند. مخلصان نه تنها در فرودگاه بلکه هنگام حرکت نقلیاتی حاملی فوتبالبازان در کنار جاده و راههای ماشینگذار با کفکوبی و نداهای شادمانی تبریکات و سپاس و خیر مقدم میگفتند. همینطور هیئت منتخب نورسان کشور در نزد مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان شاه اسماعیل سامانی با عرض احترام و افتخار و ارجگذاری صمیمی گلچنبر گذاشته به سمت ورزشگاه مرکزی جمهوریوی به حرکت درآمدند. مراسم استقبال فوتبالبازان و ستاد مربیان منتخب تا 16 ساله تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی شهر دوشنبه ادامه کرد. در این مکان ورزشی سالمگردانی که هزاران فوتبالبازان را محض این میدان تربیت و کشف نموده است، مخلصان زیادی فوتبال به هم آمده دستاورد بی سابقه منتخب نورسان کشور را در چمپیونات آسیا در یک جایگی تجلیل کردند. سپس هر عضو منتخب 16 ساله به مخلصان و دوستداران فوتبال توپ تقدیم نموده با نمایندگان وسایط اخباری عامه صحبت و ملاقات صورت گرفت. ما خیلی فخر میکنیم، خیلی خرسندیم که در شما ما رو پیشواز گرفتید. رحمت کلام به همه مخلصا به همه چیزا که ما اومده پیشواز در این مرکز، نه فقط در ایرپورت، در سامونیان، در استادیون. اولا از نام همه دسته همین مخلصان رو هزاران مرتبه تشکر میگوییم چون که با این باد و هوای خنک در این بارانی ها نگاه نکرده هم در فرودگاه هم در نزد اسماعیل سامانی و هم در این میدان ما رو اومده دستگیری نمودن. هزاران مرتبه تشکر همین مخلصان میکنیم. این نه تنها غلبه ما نه تنها خرسندی ما بلکه خرسندی تمام تاجیکستان ما میباشد. بعد از مراسم عکسگیری خاطره‌ای چاره‌بینی فرهنگی فراغتی برگزار گردید که در آن استادان هنر کشور با سرود و ترانه‌های وطن دوستانه اشان به حسن چاره‌بینی مذکور جلوی دیگر بخشیدند.